دوستان عزیز سلام. هممون میدونیم پیتزا جزو غذاهایی هست که خیلی ها دوست دارن و خصوصا برای بچه ها خیلی غذای محبوبیه. امروز سوالی که مطرح میکنم در مورد یک پیتزای دایره شکل هست و برش زدن های مختلف اون با 4 تا برش مستقیم، یعنی برش هایی به شکل یک خط مستقیم، مثلا مثل این برش ها. با 4 تا برش مستقیم حد اکثر چند تیکه پیتزا میشه به دست آورد. دقت کنید لازم نیست تیکه های پیتزا با هم مساوی باشن و شکل اون هم اصلا برامون مهم نیست. خب اگر به جواب این سوال علاقه‌مند هستید ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. معمولا تو مغازه ها پیتزا رو عمدتاً از روی قطر برش میزنن و یه تصویری شبیه چیزی که اینجا میبینیم معمولا تو برش های پیتزا ظاهر. خب اما ممکنه که یک پیتزا رو لزوما رو قطرها برش نزنیم، مشابه این تصویر یا مشابه این تصویر. مثلا اگر یک پیتزا رو من 2 برش بزنم مشابه این تصویر، الان در این تصویر میبینیم که این پیتزا به 3 تا قسمت مختلف تقسیم شده. خب اندازه‌اش با هم مساوی نیست که گفتیم برامون مهم نیستش. خب اما همین 2 تا برش رو من میتونم به این شکل بزنم و اون وقت ببینیم که این بار به جای 3 تا بخش 4 تا قسمت مختلف برای ما به دست میاد. خب حالا سوال اینجاست اگر شما 4 برش مستقیم حق داشته باشید بزنید، چند تا قطعه پیتزا میتونید به دست بیارید؟ مثلا میتونه این 4 برش مشابه این تصویر باشه و الان چند تا قسمت به دست میاد؟ 1 2 3 4 و 5 تا. سوال اینجاست با 4 تا برش مستقیم از یک پیتزای دایره‌ای چند تیکه پیتزای مختلف رو حد اکثر میتونیم به دست بیاریم؟ میتونید ویدیو رو پاوز کنید و چند لحظه رو سوال فکر کنید تا بعدا ادامه حل رو با هم ببینیم. اما بریم سراغ حل این سوال. حتما خودتونم متوجه شدید جواب سوال رو. ما قبلا دیدیم که اگر یک پیتزا رو یک برش بزنیم اون رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. اگر بعداً دیدیم که 2 برش رو مثلا با یه همچین شکل برشی انجام بدیم اون وقت به 4 تیکه پیتزای مختلف میرسیم. خب حالا اگر بخوایم 3 تا برش بزنیم چه اتفاقی میفته؟ من میتونم برای برش سوم مثلا این برش رو در نظر بگیرم. حالا تعداد قطعات پیتزا فقط میبینیم قسمت پایینی به 2 قسمت تقسیم شده، قبلا 4 تا بود پس میشه 5 تا. خب این طبیعتا یکی از روش ها بود، اما میتونیم در واقع این تعداد رو بالاتر ببریم. مثلا من میتونستم این برش رو به این شکل رسم کنم. حالا اون در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ یکی این قطعه کنار هست که الان به 2 قسمت تقسیم شد، یکی این قطعه هست که باز به 2 قسمت تقسیم شد. پس قبلا 4 تا بخش رو داشتیم، الان 2 قطعه جدید به اونا اضافه شد، پس به 6 تا حالت میرسیم. اما باز هم این بهترین حالت نیست. حالا اگر 3 تا برش رو من بزنم و بخوام بیشترین تعداد تیکه های پیتزا به دست بیاد، مثلا میتونم این برش رو اینجا انجام بدم و حالا ببینیم چند قطعه به دست میاد. 1 2 3 4 5 6 و 7 تا قطعه. پس با 3 برش مستقیم من میتونم حد اکثر 7 تیکه روی شکل به دست بیارم. حالا بریم سراغ 4 تا برش، ببینیم اگه 4 تا برش مختلف بزنیم چند تیکه به دست میاد. برای رسم خط 4م یعنی 4مین برش جای مختلفی من میتونم این برش رو ایجاد کنم. مثلا ببینید اگر من اینجا این برش رو ایجاد کنم فقط قطعه پایینی به 2 قسمت تقسیم شده، پس قبلا که 7 تا قطعه داشتیم الان یکی بیشتر میشه 8 تا. خب اما میشه با برش های بهتر تعداد اینها رو بالاتر برد. خب و اگر مثلا برش رو اینجا در نظر بگیرم اون وقت میبینیم که بخش کناری سمت راست شکل رو این قسمت رو به 2 تا بخش تقسیم کرد، این بخش رو هم به 2 تا قسمت و این بخش رو هم به 2 تا قسمت. یعنی قبلا که 7 تا قطعه داشتیم الان 3 قطعه دیگه هم اضافه شد که شد 10 تا. خب اما 10 جواب سوال نیست، من میتونم برش بهتری رو در نظر بگیرم که تعداد رو بالاتر ببره. اگر برش رو من از این بخش به این شکل رسم کنم،
حالا تعداد قطعه هایی که به دست میاد ببینیم چند تاست. 1 2 3 4، این قطعه کوچیک 5 6 7 8 9 10 و 11 تا. پس با 4 تا برش من میتونم به 11 تا حد اکثر قطعه پیتزا برسم که این قطعه ها دیگه لزوما اندازه هاشون با هم مساوی نیست و شکلایی که به دست میادن برای ما مهم نیست. خب حالا به این سوال فکر کنید، اگر تعداد برش ها 5 تا بود، اون وقت فکر میکنید چند تا قطعه پیتزا میشه حد اکثر به دست آورد؟ امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.